محشر شده این شیرینی رو به ولی بازار نصف قنادیای شهر باید تعطیل کنن. قدیما تو خونه مادر بزرگا همیشه یه ظرف شیرینی میکادو بود. منم امروز به یاد گذشته این شیرینی میکادو رو درست کردم. عطر و طعمش منو برد به یاد بچگیام. خیلی این شیرینی خوشمزه و ممنون به صرف است و هم برای این روزا نظری خیلی خوبیه. بدون نیاز به فر و همزن میتونی توی خونه خوشمزه ترین شیرینی میکادو رو درست کنی. ابتدا آرد سفید رو الک کردم. 10 دقیقه رو حرارت ملایم گاز آرد رو تفت دادم که از خامی در بیاد. بعد آرد نخودچی الک شده رو به آرد سفید اضافه کردم. تره و روغن مایه رو اضافه کردم و پودر هل و پودر قند و تیکه‌های شکلات رو اضافه کردم. حدوداً چند دقیقه رو حرارت ملایم گاز تمام مواد رو با هم مخلوط کردم تا به همچین بافتی برسه. حالا ورقای میکادو رو که از لوازم قنادی تهیه کردم یه ورقش رو میذارم، یه ملاقه از مواد رو میریزم روش و به کمک پالت قشنگ پخششون میکنم. حتما دقت کنین که موادتون داغ باشه. ورق بعدی رو روش قرار دادم. این کارو 7 بار تکرار کردم تا یه میکادوی خوشگلی داشته باشه. روی آخرین ورق یه جسم سنگین گذاشتم و به مدت 2 ساعت تو دمای محیط گذاشتم که حسابی لایه‌ها به هم بچسبه و در آخر هم با شکلات بنماری شده و پودر پسته تزیینش کردم و به کمک چاقو اره‌ای دورگیری کردم و به قسمت‌های مساوی برش زدم. حتما این شیرینی خوشمزه رو درست کنین که خیلی عالیه.